باز بریم بپرسیم که تراکتورست کیه چیه فهمیدی رفته زمین رو جفت کرده پول پاکدارشون اونdan نکن برو کجا رو بپرس برو تا اینجا رو بپرس کجا دا بودجا سلام علیکم آقا جان سوزی تراکتورست خدانه گابیست خدا نگهبان تو تراکتورست آقا جان سلام و علیکم سلام اکنه خوش رو چه؟ ها بخشش بخشش یا زمین جوف کردن که وقت دارید مالا کیده؟ روز در راستیگه با کار دایمو شاوده جوف کردن نکن شاوده؟ تو پول شاپشه که زلال بته؟ من شاوده یک چیزایی را جوف نکن که زمین چیه؟ اوتا جان اینا تو دیدی که ما هر روز کار میکنم میام خونه دا کارتشکا میارم میگم پیاز نیست پیاز میارم میگه کارتشکا نیست من نمیدونم چطوری کنم انا دیدی تو آفرین به من نمیگوی که من بچم تو وقتی مایده بودی چند ساله شدی 11 ساله 11 سال چقدر 11 ساله صرف 11 صرف 11 انا که گوش کنم تا صرف 11 میتونه بچم من روغن خریدم کچکه خریدم گوش خریدم ناز خریدم گرو خریدم فرمت خریدم همه را آفرین با یه خد سخن 11 کودک بودین 4 چای ما بود 7 چای و چاد خب بیا اقلا حوزیراش دا پاپالان کار کنه خیلی حاجی توجه رو بریم باید مسئلت بکنیم همین کارتشکا پیاز باور که من نمیشم بچه های حاضرت دو روزک ده خوبچه پیاز همه خرانه در مینت پینه سر میکنم مینر نه اوتا زورم اومد اوخی زور تومن آفرین به من میگو 11 کودکه من از زور نمیده من 30 سالشی کورکه را یاد کردم به جمعه گشتیستم زور نمیرسه کورکه بخرم اول نه پنسیه را برداشتم بگی کورکه پنسیه را بگی برداشتم بخواب که دختر کمیسه ایوفی کخنه کدای تیز برام سومکم بگیریم که درس دا دیر شی چی من میشم خونه خورم دا استانو اینه با میدن یا ای درس میمونم انا خواب که جا دختر کمیسه ای اوتانه که همین کارو نموندیده السلام علیکم و علیکم السلام دخترک خشور سازی میشه سلامتیت خوبه رحمت بخشش نمره تلفن تا نمیتی چی؟ ای با نمه دنیا مردک پر بلال گور رسته ای من نمر پشت دستی من صنف 11 ام ایزا نمکشی دیگر حرف چی برد میگیرنه؟ یا مردک کپا کلم با ای من نمر پشت دستی؟ ای من در نمره تو چیکار دارونه بچه هم گفته است یا تا چی دروغ مگوی تشکش بزن مردک من چوکای بخوام بگیستم بشه ای بارم چی خیلی میکنم در من بترسم مردک؟ چوکای دستی ای مردک چی بکی که کراندی دستی؟ ای بگو من میترسم چی بکی؟ دروزه کدام برای سنگی نمی قلوره سنگ تیز بود شدمه اینا مردک سنگ چی کنم؟ سنگ آوردی اونجا راستی ما بشی زنک گوش که من دستمو میوردارم ایم خیلی سنگ که در تینیم کشمه یک تا بزن برای چی؟ خب که بسیو کم نزمانه یک که قچق کستم بزن انا زنک ای خوب نیستن سازه مایده میریم میگن که مایده میری پیاده میری خیلی که بعد بهودا نگفتیم که گه زین سوار و گه زین بپشت خیلی گم نداره هر یه نفس شکرانه باید کرد شکرانه حال نصیب باشه که خونه و چاد بریم ها خونه چند میره کلچه پلچه کدی آخی؟ ها ملدیست کلچه پلچه که هم بریم بگیم طوریک نشده خونه و چطور برسیم
تحمل گفتگی ما زکاس کردی آخی یا تحمل یا فاتیر ماسکا کنم بزنیم کامپیوتر که چات زوری آن مسئله دا همین تحملش مخوله ما تحمل میکنه فاتیر ماسکا خربزگی میکنه میزنیم که زنه کد میگیره احسن گذشتگیشو مخفیت کن زنه که زوره کانش بزنم ای مردک جون مردک همه چیزی میگوی بلند بلند گبزکی من شمول نمیفهم میگم ای مردک جون از جونی زنه جو تا بیست بیست همیجا اوخی چی قریب قشلوق درستیدیم خر خطی بریم بعد میگن یو بیا وقت با ماشین دغدغه کردم امروز بخر من عیب نیست مردک چی جوی عیب دیونه چی دهقان بخر میگردم خیبت ماشین من خودم بانکرو نشدم که من خودم ماشین فروختم اوخی چی ما هم ماشین تا فروختی و امی خر گرفتی ماشین خوب نبود اوخی زنک جان تو میدونی که من همه ماشین قد در شهر بسوگشتم همه کامیرا و ماشین زدم اوی خر برای چی گرفتم که سویتافور سرخ هم بگذاری کامیرا نزنشه سخت ترسیدیم اوه نیگه کبوتای یا پراش نیگه لایوه دیدی نیگه که او کبوتای پراش لایه ایش دایش نمیدرویه دیدی چیکو کدیسته؟ هیچ کنم بخت تماشا دارم اوه تماشا داری؟ زورای بگو من یه اون داخل مفرتون چه کنم؟ خطا فرتی؟ گوش کده ای او دا پردافتن دکو دلی جگری کلان در کاره فهمیدی؟ من اگر که من دمی او پرتو چند سمتی؟ دا او پرتو چند سمتو؟ 200 تومن امی من بی پرتوی؟ من اینه 200 تومن اینه پرتو بیس؟ من اگر که من پرتوم دای او این پول چی میشه؟ دیوانت فکری پلا نکن خطا دا او پرتو تایی او دا مویو مگازین داره اگون چی میخری